مهندس بله. به نظر میتونی اینو برای من بدون برق و باتری روشنش کنیم؟ چرا نتونم؟ به راحتی کرم شفتاب رو بدیم. مرسی. تکون بدیم. این داخلش یه قفل داره که نشون بده سلامت کار، سلامت اسپری که استفاده نشده. با یه دونه پیچ پوشتی میندازیم زیرش، اینو در میاریم، دوباره میذاریم سرش، سه دقیقه تکون میدیم. حتما یه ذره تکون بدیم از قبل 3 دقیقه تکون میدیم. بعد تو فاصله 15 تا 20 سانتی اسپری میکنیم. این هم قسمت اسپری شده. من خود میکنم تقریبا نمیزونم خوش بشه. من میزنم توی نور بمونه، قشنگ نور رو جذب میکنه. شبم براتون بچه یعنی اسپری خورد، بریم تو کارگاه تاریکه قشنگ تست نورش رو بگیریم.